سرخط خبرها تیرپرانی نوبتی در مرز، منع سفر اعتراضگران خروج به خارج و مصادره گوشت قیله از یک مهاجر. سلام بیننده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه نوید بامدادی خوش آمدید. مقامات نامی 66 ساکنی شهر خاروغ و ناحیه روشقلعه ولایت مختار کوهستان بدخشان را برای خارج نشدن از کشور به اختیار سرحدبانان در گذرگاه‌های مرزی سپرده است. نسخه رویخط با نام اشخاصی که به سیستم ممنوع شدگان وارد شدند روز 22 دکبر دسترسی رادیو آزادی شد. مقامات آن را شرح نداد، ولی فعالان جامعه شهروندی در بدخشان میگویند اکثر نفرانی که نامشان در رویخط هست در اعتراضی روزهای 25 و 28 نوامبر شرکت کردند. در این فهرست نام و نسب، ناحیه، دهه و روز تولد افرادی که اجازه بیرون شدن ندارند ثبت شده است. روز 25 نوامبر پس از کشته شدن گلبدین زیوبکov ساکن دهه تودیم ناحیه روشقلعه هنگام عملیات مقامات انتظامی صدها نفر نزد بینای حکومت ولایت بدخشان اعتراض کردند. اعتراضی 4 روزه زمان پایان یافت که مقامات وعده دادند هلاکت ساکنین روشقلعه را تحقیق می‌نمایند و اعتراضگران را تعقیب نمی‌کنند و محدودیت اینترنت در حدود ولایت را بیکار می‌کنند. حالا فعالان جامعه شهروندی میگویند اینترنت به صورت کامل دسترس نشده است و حادثه مرگ گلبدین درست تحقیق نمی شود و احتمال با تهیه رویخط اعتراضگران را تعقیب می کنند. اعتراضی ساکنان در شهر خاروغ روز 25 نوامبر شروع شد و 4 روز بعد تنها پس از توافق مقامات با جامعه شهروندی به پایان رسید. حالا به نظر می رسد که همکاری فعالان جامعه شهروندی بدخشان و مقامات که برای تحقیق حادثه توافق کرده بودند به مشکل پیچیده است. روسلخوزنادزور، اداره نظارت به خطر غذا در ولایت سوردلوفسک روسیه خبر داده است که روز 21 دکبر کارمندانش همراه با کارمندان گمرک فرودگاه کولسوی شهر یکاترینبورگ از کوششی به قلمرو روسیه وارد کردن محصولات ممنوع جلوگیری کردند. بنا به اطلاع سامانه این نهاد، آنها هنگام تفتیشی باغاج مسافرانی که از تاجیکستان می آمدند از یک مسافر که میخواست توسط فرودگاه کولسوه 2 کیلو 150 گرم گوشت در خانه پخته شده را به مرز روسیه وارد کند بازداشت کردند. با تاکید آنها به قلمرو اتحاد گمرکی در آوردن چنین محصولات از ماه ایون سال 2010 منع کرده شده است. گفته می شود 2 کیلو گوشت قیله مسافر تاجیک را با مقصد پیشگیری از پهن شدن بیماری های سیروتی خاصی هم حیوانات و هم انسان ها به قلمرو روسیه مصادره و نابود کردند. مسافر تاجیک با آنکه گوشت را از دست داد بر اساس کودکس قانونشکنی های ماموری روسیه به جوابگری ماموری کشیده شده جریمه بندی هم شد. مقامات روسیه چند سال باز واردات محصولات غذایی از کشورهای دیگر از جمله از کشورهای آسیای مرکزی را منع کردند. نهاد خیریه بین‌المللی امریکیرز به مهاجران افغان مقیم تاجیکستان 1,200,000 دلار کمک میکند. این کمک ها توسط هلال احمر تاجیکستان به مهاجران افغان رسانده می شود. محمد ظاهری اخبر، سفیر افغانستان، در دوشنبه برای توجه و کمک رسانی به مردم افغانستان مخصوصا پناهندگان این کشور در تاجیکستان از مقامات تاجیک اظهار سپاس کرد. جمعیت هلال احمر با گذاشتن عکس ها از جریان این مراسم در صفحه فیسبوک خود خبر داده است که به پناهندگان افغانستانی در تاجیکستان به مبلغ 1,256,000 دلار کمک طبی اختصاص داده شد. گفته می شود مواد طبی از ماه ژانویه سال آینده از جانب جمعیت مذکور به بیمارخانه های مربوط به آنها تقسیم می شود. در مراسم سپردن مواد طبی نمایندگان حکومت و وزارت ها، سفیر افغانستان در تاجیکستان و همچنین خودی مسئولان جمعیت مذکور و سازمان ملل متحد اشتراک داشتند. محمد زمان احمدی، پناهنده افغانستانی که تابستان سال جاری به تاجیکستان آمده است، میگوید از انتقام طالبان هراس دارد و باید به کشوری با امن انتقال داده شود. وی سال 2012 برای انتقاد تخریب بوداهای بامیان از سوی طالبان به 8 سال زندان محکوم شده بود. همکنون افراطگرایان افغان توسط تلفن به او تهدیدها کرده گفتند که نباید در میان مسلمانان زندگی داشته باشد. به مقامات
муҳаммад замон аҳмадӣ 3 моҳ пеш аз рӯйдодҳои Афғонистон ҷон ба саломат бурд ва акнун дар Тоҷикистон аст. ҳоло дар як деҳаи атрофи Душанбе зиндагӣ мекунад. номи ӯ замоне машҳур гашт, ки барои танқиди таркондани будҳои бомиён аз сӯи толибон ҳам ҳадафи ҳамлаи ифротгароён қарор гирифт ва ҳам дар айёми ҳукумати Ҳомид Карзай барои ин ба 8 соли зиндон маҳкум шуд. мо бо кӯмаки созмони аф байналмилал ва фронтлайн дефендер ба Тоҷикистон интиқол пайдо кардам. Дига як миқдори пул اونا کمک شده بود به خاطر مصارف روزمره و کرای خانه دیگه اونم تقریبا خلاص شده یک پول دیگه نیستن دیگه می در حال حاضرم دیگه 2 ماه کرای خانه رو پرداخت نکردیم همینجا ماندیم. حالا محمد زمانی احمدی میگوید که افراطگرایان در افغانستان به او همچنان تهدید میکنند و او ترس دارد که جاسوسان آنها در این جا نیز میتوانند از وی انتقام گیرند. پیام هایی را که ما سابق دریافت میکردم امروز دوباره دریافت کردم و تهدیدهای تلفنی از شماره های خصوصی و نامعلومه مبنی بر اینکه جای من در بین مؤمنین نیست. دیگه تغییر موضوع را با خانواده شریک نکردیم به خاطر که نام با مشکلات زیادی روبرو هستن. دیگه بسیار میترسن به خاطر میگه. البته آرزوهایی دارم دیگه نمیفهم دقیقاً در یک جایی آمدیم دیگه نمیفهم با حالا خب بخین ناامید شدیم اصلا نمیفهم که آینده ما چی میشه. به خطری خود را او در رفتن به کشورهای دیگر میبیند. نه تنها تهدیدها بلکه وضع دشوار اقتصادی نیز او را به این مجبور میکند. مبلغی که سازمانهای حامی حقوق بشر برای اجاره منزل و زندگیش در تاجیکستان دادند تمام شده است. 2 دخترش همچنان به تحصیل دسترسی ندارند. گرانی محصولات امکان نمیدهد که عائله پناهندگان در فصل سرما غذای درست داشته باشند. دختران ما بسیار به تشویش است از خاطر درس مکتبشان. با شوق خوشحالی مکتب می رفتن و حال از مکتب باز ماندن. با انسان بی سواد با یک انسان تحصیل کرده فرق دارد و تشویش هستند. شرایط اقتصادی بیخی دشوار است، قیمتی است، کار و وظیفه نداریم دیگه. تاجیکستان هم قیمتی است، نمیتونیم دیگه با محمد زمانی احمدی زمان به تاجیکستان پناهنده شد که طالبان قسمی از قلمرو افغانستان را تصرف کرده بودند. پس از ورود به خاک تاجیکستان او حجت پناهندگی گرفت. بعد تصرف کابل از سوی طالبان مقامات تاجیکستان مرزها را با افغانستان بستند و به گریزه‌های افغانستانی کارت پناهندگی نمی‌دهند. بخش زیادی از آنها به کشورهای سوم کوچانده شدند و هم قسمی را دوباره به افغانستان اخراج نمودند. با این دلیل شماره دقیق پناهندگان افغانستانی در تاجیکستان معلوم نیست. تنها گفته می شود که چندین هزار نفر آنها هنوز تا زمان پیروزی طالبان در افغانستان به تاجیکستان آمدند. در ولایت بودکند قرقیزستان در نزدیکی مرز با تاجیکستان صدای تیرپرانی شنیده شده است. مؤلف نواری که در شبکه‌های اجتماعی نشر کرده است میگوید آتش کشویی به سمت راننده ماشین بارکش شهروند قرقیزستان صورت گرفته است. با ادعای مؤلف نوار حادثه در حدود دهه مقصدی ناحیه لیلک بودکند که با تاجیکستان هم مرز است رخ داده است و راننده هنگام آتش کشویی در راه ارک مقصد حرکت میکرد. بنا به معلومات پیشکی خدمات مرزبانی قرقیزستان راننده ماشین بارکشی کماز که در راه مقصد ژشتیک حرکت میکرد در نیمه راه بازی ساده خواسته است از جویبار آب گیرد. در همین حال 3 مرزبان تاجیک گویا به نزد او آمده طلب کردند که ماشین را به جانب تاجیکستان براند. ولی راننده برای جلب توجه پیش راه ماشین سمت مقابل را گرفته فریاد زده است که او را مرزبانان تاجیک دستگیر کردند. در نتیجه گویا مرزبانان تاجیک از ماشین بیرون شدند. جانب تاجیکستان تا حال این قضیه را شرح نداده است و معلوم نیست که ادعای جانب قرقیزستان تا کجا حقیقت دارد. تاجیکستان با قرقیزستان 970 کیلومتر مرز مشترک دارد که همگی 519 کیلومتر آن علامت گذاری شده است. بخش یک روز تاریخ را در تهیه همکارمان خیرامان بخازاده همراه می‌بینیم.
23 دکامبر سال 2011 دادگاه در تاجیکستان 53 نفر را در دست داشتن در نخستین ترکش خودکشانه در خاک این کشور گناهکار نامیده 5 نفر آنها را به حبس یک عمری محکوم کرد. اکثر آنها ساکنان ناحیه استرافشن ولایت سوغد بودند. دادگاه گفت که 3 سپتامبر سال 2010 اتومبیل گاز 2104 که مواد ترکنده داشت به صحنه بینای پلیس وارد شده خود را ترک کنید. نخست مسئولیت حمله را یک گروه مذهبی جماعت انصارالله به عهده گرفت. بعداً مقامات این حادثه را کاری دست حرکت اسلامی ازبکستان نامیدند. 23 دکامبر سال 2012 سعید جعفر عثمانزاده در انجمن غیر نوبتی رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان شد. او که رهبری حزب از جانب حکومت سرکوب شده را به عهده گرفت، انتقادها از یک آدمی حکومت بودنش را همیشه رد کرده گفته است که در کار و فعالیتش مستقل بوده است. در فضای محدود شده سیاسی او حالا یکی از کمترین سیاستمداران است که موقع انتقادی خود به قرار و پیشنهادهای حکومت را حفظ کرده به حیث عضو پارلمان برخی تشبس‌های حکومت را به چالش می‌کشد. 23 دکامبر سال 2019 رحمت الله ظاهرов رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان بعد از مراجعت بی‌پاسخش به پرزیدنت امامعلی رحمان از دادگاه قانونی اساسی کشور خواست که گراوپولی را برای نامزدهای انتخابات پارلمانی بیکار کند. گراوپولی شرکت در انتخابات که در صورت مغلوب شدن نامزد به او برنمیگردد مانع جدی شرکت دایره وسیع داوطلبان در انتخابات دانسته می شود. مقامات هیچگاه این درخواست را قانع نکردند. بانک ملی قرب اسعار را برای امروز چنین تعیین کرده است: $100 1130 سومون و 1000 روبل روسی 152 سومون و 90 درهم است. بینندگان عزیز، فرصت جدا نموده برای برنامه نوید بامدادی به انجام رسید. تا برنامه بعدی، خدا نگهبانتان.